واش چی کار میکنی؟ آخه زخمی شدی. درمان همه زخمای من تویی ردیما. بسه ممکنه یکی ببینتم. اوه عجب مشکل بزرگی. حالا بذار پمادتو بزن. ردیما فکر کنم میدونم که چی کار کنم. چی؟ چی شده؟ امروز اتفاقات زیادی افتاد، ولی یه چیزی رو میدونی. ردیمای تو و بچت شکست و قبول نکردن. هر دو میدونستیم که پیدات میکنیم. یه چیزی بگم ردیما. وقتی تو اسارت اون بودم حس میکردم هیچ وقت قرار نیست ببینمت، ولی به عشقم اعتماد داشتم. میدونستم که تو پیدا میکنی. هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه، حتی سرنوشت. قول بده. قول بده که هیچ وقت منو تنها نمیذاری. وقتی تو نیستی احساس غم و اندوه دارم. هیچ وقت تنهام نذار واش. ازت خواهش میکنم. من تا آخرین نفس عاشق تو میمونم. تک تک نفسای من برای تو ردیما. وقتی تو با هم نیستی نفسام بند میاد. باش خواهش میکنم منو تنها نذار. بدون تو نمی.
صدا از همینجاست. اینا وسایل یه خانومه. کی با ویوم اینجاست؟ این چیه؟ چرا همه وسایل زنونه است؟ اگه واقعا خانمی است پس کیه؟ بهتره زودتر برم بیرون. چیکار داره میکنه؟ چرا خودش رو میزنه؟ فکر کردم داره وانش رو شکنجه میده. واقعا نمیفهمم چرا این کارو میکنه، ولی باید از اینجا برم. ببخشید.
کی بود؟ اسم منه. یه فلشه. ردیما واسه چی ترسیدی؟ نگری این ویدیو رو نگاه کن. یه نفر ماسک چهره تو و وانشو زده. بقیه‌شو ببین. سلامت مامبای سیاه. مامبای سیاه؟ تو راجع به مامبای سیاه میدونی دیگه؟ آره ولی یعنی که اینو دیدم گیج شدم. یعنی احتمالا ویدیو رو مامبای سیاه فرستاده. وانش رایسینگانی هم میمیره. سارا اونو میکشه. شریکت کیه؟ مامبای سیاه. یعنی ممکنه که مامبای سیاه وانشو گرفته باشه و این ویدیو رو واسه ما فرستاده که یه جوری بهمون بگه جون وانش هنوز در خطره. نمیدونم کیه و واقعا چی از جون ما میخواد، ولی از یه چیزی مطمئنم که نمیتونه کار ویوم باشه. نانگری لطفا خوب گوش بده. اول ببین چی میگم. من دنبال وانش میگشتم، رفتم اتاق ویوم، فکر کردم که وانشو بسته و داره با کمربند میزنتش، ولی وقتی تونستم یواشکی تو اتاقشو نگاه کنم دیدم وانش اونجا نیست. داشت خودشو با کمربند میزد. خیلی رفتارش عجیب بود. ردیما اون آدم دیوونه است. قبلا هم بهت گفتم. واسه چی رفتی نزدیکش اصلا؟ تو رو که اونجا ندید. نه خدا رو شکر که ندید وگرنه معلوم نیست چی کار میکرد. بادزن دادش. ردیما هم من هم تو خوب میدونیم که ویوم نمیتونه وانشو گیر بندازه. واقعا فکر میکنی از پس وانش بر میاد اون؟ نه بر نمیاد. فقط داره ما رو بازی میده. فقط داره فریبمون میده. اصلا این کاره نیست. به این ویدیو هم خیلی فکر نکن باشه. حتی ممکنه شوخی باشه کلا. فلشو بده من ببرم. خودم کسی که این کارو کرده رو پیدا میکنن. لطفاً حواست به خودت باشه. هیچ اتفاقی هم قرار نیست بیفته. همه اینا به خاطر من اتفاق میفته. نتونستم وانشو پیدا کنم. چرا خودتو سرزنش میکنی؟ حال وانش خوبه. و ردیما خواهش میکنم راجع به این ویدیو به هیچکی هیچی نگو. خودم پیدا میکنم کار کی بوده. فقط بسپارش به من. نانگری درست میگه. حتما ویوم داره بازیمون میده که الماس رو گیر بیاره. یه لحظه. نکنه ویوم همون مامبای سیاه؟ یا اگه اون نیست پس کی میتونه باشه؟ همه چی خیلی گیج کننده است. باید درست بررسیش کنم. مامبای سیاه براش ویدیو فرستاده. ولی مگه مامبای سیاه کیه؟
سیا بیا که خیلی هیجان زدم، خیلی خوشحالم که برگشتی. همه اینجا خیلی دلتنگت بودم، ولی من بیشتر از همه برات دلم تنگ شده بود. خوشحال ترینم که الان برگشتی. دیدی وقتی برگشتی چهره همه چجوری بود؟ ولی من از همه خوشحالتر بودم. ایول، این همه مدت کجا بودیم؟ میخواستم یه چند روز رو دور از همه باشم، یکم واسه خودم وقت بگذرونم. کار خاصی نکردم. درک میکنم، ولی الان که خوبی؟ آره الان خوبم. یه لحظه، کی ممکنه باشه؟ بذار چک کنم. کیه؟ کسی نیست که. یه جعبه اسم من روشه. حتما سورپرایز از طرف نانری. چالی؟ بیا بازش کنیم. فلشه؟ فکر کنم نانگری برات نامه عاشقانه فرستاده، بازیش کن. آره سیا. سیا، این مرده چرا ماسک چهره تو رو زده؟ نگاه کن، تو هم هستی. سلام از مامبای سیاه. این دیگه چه مزخرفیه سیا؟ من چرا باید تو رو با بالش بکشم؟ این من نبودم. میدونی که من نمیتونم هیچ وقت این کارو انجام بدم. من اصلا هیچ وقت این کارو نمیکنم. آروم باش، آروم. یکی داره سر به سرت میذاره. ایشانی به چی فکر میکنی؟ حواست کجا رفت؟ گفتم که یکی داره باهات شوخی میکنه. کی میتونه همچین شوخی چندشاوری بکنه؟ مامبای سیاه دیگه چه گفتیه؟ اصلا نمیفهمم. یه کاری کن، برو این فلاشو بده به نانگری. صبر کن. سیا هیچ کس نباید از این موضوع با خبر بشه. هیچ کس نباید چیزی بفهمه. همین الانم همه خیلی استرسی. بهم قول بده راجع به این فلش به هیچ کس نگو. قول میدم چیزی نگم. به کسی نگو. ایشانی تو حالت خوبه؟ چه غلطی میکنی ردیما؟ دیوونه شدی؟ نه دیوونه نشدم، ولی شاید تو شده باشی. تو اون ویدئوی مسخره رو برام فرستادی که منو بترسونی. ویدیو؟ کدوم ویدیو؟ من هیچی راجع به ویدیو نمیدونم. ادای بیگناه ها رو در نیار گایتری. میدونم واسش کار میکنی. اون فلش هم از طرف اون واسم فرستاده بودی. ویدئوی چند شاور. معنی اون فیلم چی بود؟ وای ردیما، چه قوه تصور خلاقی داری. آره من برای مامبای سیاه کار میکنم. اونم یه مأموریت داده که من باید تمومش کنم. همین. من خدمتکارش که نیستم مثل سگ دنبالش دم تکون بدم. تازه من هیچ وقت مامبای سیاهو ندیدم. اگه الانم ببینمش نمیتونم شناساییش کنم. در ضمن این که بفهمی مامبای سیاه کیه و از کجا اومده و واسه چی اینجاست، اینا همه وظیفه توئه نه من.
البته میتونم راهنماییت کنم که یکی از خانواده خودته، یکی که خیلی بهت نزدیکه. راستی من یه چیزی رو نمیفهمم. مامبای سیاه خیلی وقت با هم تماس نگرفته. یعنی ممکنه که مامبای سیاه خودش قرارداد و دست گرفته باشه و وانش الان... چطور جرأت میکنی؟ هیچکس نمیتونه دست به وانش بزنه. ولم کن. به زودی میفهمم این مامبوی سیاه کیه. خیلی نمیتونه مخفی بمونه. منم کنجکاوم بدونم مامبای سیاه کیه. دوش بازه. واش تویی تو همون؟ پس کجایی واش؟ اطرافم حست میکنم. فقط ما 2 تا کلید اتاقو داریم. حس میکنم که میای اینجا و بازم میری. خواهش میکنم برگرد. من و تو روز 3 ما با هم دیگه خواهیم بود، وقتی که خورشید ساعت 6 غروب کنه و تو بیرون اومدن ماه زمان است. همدیگه رو زیر چتر سبز خواهیم دید. میفهمم ازم چی میخوای. دوست دارم. آره ویوم، حق با تو بود. زنداداش پیامو کاملا فهمیده. میاد سر قرار. خودش داشت میگفت که فهمیده. مگه معنی پیام چی بوده؟ معنیشو نمیدونم ولی مطمئنم ردیما میره اونجا. ببین، اطلاعات ناکامل به درد من نمیخوره. دفعه دیگه لطفاً وقتی اطلاعات کامل داشتی بهم زنگ بزن. حالا هم کاری که میگم بکن. حواست به ردیما باشه. اگه راجع به الماس صحبت کرد یا دیدی رفتارش عجیب شده بهش دقت کن. بعدم به من خبر بده. اطلاعات کامل میخوام. فهمیدی؟ واش یه لحظه ویوم. ویوم داره میره. فکر کنم وانش اینجاست. چی؟ وانش اونجاه؟ حواست به ردیما باشه سیاه. اگه با وانش ملاقات کرد خبرشو با جزئیات کامل به من میدی. آره ویوم، تمام اطلاعات و جزئیات کامل بهت میدم. باشه.
خیلی ببخشید مادر جون، ببخشید. چی کار داری میکنی؟ مگه جلوتو نمیبینی؟ نه ببخشید، داشتم جای دیگر رو نگاه میکردم. ولی شما چرا اینجایی؟ یعنی چی؟ خب اینجا باشم که چی؟ نه منظورم این نبود مادر جون. فقط اینجا سالن نمایشه و معمولا هم که بسته است. خونه خودمه، هر جا بخوام میرم. اصلا اینا چه اهمیتی داره؟ نه من اصلا منظورم این نبود مادر. اول تو بگو با این عجله کجا داشتی میرفتی؟ فقط بلدی از همه سوال بپرسی. خب میدونی مادر جون، فکر کردم که وانش رو دیدم، اومدم اینجا دنبالش بگردم. وانش کجاست؟ بگو دیگه. اگه وانش رو دیدی الان کجاست؟ میدونی من چه فکری میکنم؟ فکر میکنم وانش فقط به خاطر تو داره این همه درد سر میکشه. چی داری میگی مادر جون؟ اینقدر ادا در نیار. اگه واقعا وانش رو دیدی پس بگو کجاست. تو رو خدا ردیما، دست از دیوانه کردن ماها بردار. خواهش میکنم قبول کن که وانش اینجا نیست. نمیتونم قبول کنم. قلبم بهم میگه وانش همینجاست. الو سیا، بگو. داداش وانش اینجا نیست ویوم. ردیما خیلی پریشونه، انگار داره همه جا وانشو میبینه. میدونی ویوم، آدمایی که عاشق میشن همچین حسی دارن. منم همینطورم، همه جا تو رو میبینم. واسه من مهم نیستش که تو صبح تا شب چی داری میبینی. من یه کار خیلی کوچیک بهت سپردم. ازت میخوام تمرکز کنی، فهمیدی؟ میخوام بهم بگی که واکنش ردیما بعد از دیدن پیام کدگذاری شده توی اتاقش چی بود. میخوام اینو بدونم. برام اهمیتی نداره تو صبح تا شب به چی فکر میکنی. سیا، من مطمئنم وانش و ردیما یه نقشه‌ای دارن. میخوان با اشک لیلا فرار کنن. اینم میدونم که به زودی همدیگه رو میبینن. حواست به ردیما باشه و تو رو به خدا لطفاً انقدر توهم نزن. باشه. بابا ببین چی نوشتم. بابا ببین چی نوشتم. بابا ببین اسممو اینجا نوشتم. پی‌ها. بابا ببین چی نوشتم. دوباره دارم همه جا میبینمت. بابا ببین اسممو اینجا نوشتم. پی‌ها. بابا ببین چی نوشتم. تمومش کن. صدا رو خفه کن. بابا ببین چی نوشتم. خواهش میکنم. بابا ببین چی نوشتم. اذیتم نکن. چرا اینجوری شده؟
چی کار میکنی؟ چه غلطی داری میکنی؟ چطور جرأت میکنی بهش دست بزنی؟ فقط میخواستم بدونم مال کیه هستن. یعنی فکر کنم خیلی دلت میخواد که بمیری. ببخشید اومدم تو اتاقت. فقط میخواستم بدونم اینا چیان و مال کیه و تو چرا داری اینجوری رفتار میکنی. ببین میدونم که این سوالا رو بدون ترس میتونم ازت بپرسم چون بهت اطمینان دارم. یعنی تو به همین اطمینان دادی. با نجات دادنم از گلوله این اطمینان رو به هم فقط از اینجا برو. ولی برو بیرون ردیما. آخه لعنتی میکشمت. برو بیرون. برو بیرون. کی میتونه باشه؟ اومدم. کسی اینجا نیست که. فلشه؟ چی داخلشه؟ این ماسک منه. اینا چیه؟ سلام از مامبای سیاه. خدای من آدم کشتم. چی شده مادر؟ چرا اینقدر ترسیدی؟ کی خدای اومده؟ من. بگو چی شده مادر؟ چه خبره؟ ویام؟ نشون میده تو داری ویامو میکشی که. کی این ویدیو رو درست کرده؟ کی واسه تو فرستاده؟ اصلا چرا؟ مادر بیا بشین مادر. بشین. مادر بیا یکم آب بخور. بعد بهم بگو چی شده. کسی اینجا نیست که. کی اومده بود اینجا؟ خواهش میکنم حرف بزن. مامبای سیاه. مامانی که ویدیو رو دید خیلی ترسید. این یعنی مامانی هم نمیتونه مامبای سیاه باشه. پس مامبای سیاه واقعی کیه؟ دیگه کی تو خانواده سینگانیا مونده؟ یعنی نانگریه؟ راستی سیاه، خبرداری از اون فلش رو برای مامانی هم فرستادن؟ چی داری میگی ایشانی؟ برای مادر جونم فرستادن؟ آره. خیلی خوب، بیا اینو بخور. مخصوص خودت درستش کردم سیاه. نه ایشانی ممنون. بخور دیگه، چیز بدی توش نداره سیاه.
بخور. ممنون. سیا، وقتی از خونه فرار کردی مطمئنم این دنیای کثیف باید یه دختر بعد ازت ساخته باشه. نگو بهم که حالا برگشتی خونه دوباره میخوای همون سیای ساده و احمق باشی. نه ایشانی، دیگه اون سیای قدیم نیستم. حالا شدی دختر خوب. نوش جون. خبر داری که تو ویدیویی که مادر جون گرفته مادر جون داره ویومو میکشه؟ چی شد سیا؟ ناراحت شدی که عشق زندگی تو فیلم کشته شده؟ نه، چی داری میگی؟ چرا باید ناراحت بشم؟ اصلا هم ناراحت نیستم. خیلی ازش متنفرم ازش. تو تمام این ویدیوها یه نفر که ماسک چهره ماها رو زده داره یکی دیگر رو میکشه. 2 نفر هر دو ماسک دارن و اون صدا سلام از مامبای سیاه. نظر تو چیه سیاه؟ مامبای سیاه کی میتونه باشه؟ ایشانی، چیزی که من متوجهش نمیشم اینه که تو این فلش رو گرفتی، مادر جونم گرفته. آره. دیگه کی ممکنه از این فلش رو گرفته باشه؟ ردیما. ردیما هم یکی گرفته. سیا جلوی من که میتونی جواب بدی. سیا بی خیال. بله باشه، نگران نباش، انجام میشه. سیا آه. کی بود؟ هیچی، خاله بود. میخواست خالبونو بپرسه، اونم از قضیه فلش خبردار شده. پس خاله بود؟ سیا واقعا خاله پشت خط بود یا عشقت ویوم سنگ ایشون شده؟ دیوونه شدی؟ چی داری میگی؟ بهت که گفتم ازش متنفرم. باشه، پس یه نوشیدنی دیگه بخوریم. بیا. $85 $86 $87 $88 $89 $100. متقلب؟ کجاش تقلبه؟ تو که اصلا قایم نشدی. پس 90 کجا رفت؟ آها، عدد 90. آره راست میگی، 90 رفته واسه خودش بستنی بگیره. الان تازه برگشت. بریم دوباره بشماریم. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. یهو کجا قایم شدی؟ یهو زیر میز که نیست، ها؟ زیر صندلی هم نیست، این طرف هم نیست. پس یهو کجاه؟ نکنه پشت سطل زباله است؟ نمیتونی منو پیدا کنی؟ این صدا از کجا اومد؟ یهو کجا قایم شده؟ من اینجا نیستم. پشت سطل زباله ای؟ آره؟ نه خیرم. پیدات کردم، گرفتمت. دفعه بعدی یه جای قایم میشم که دیگه اصلا نتونی پیدام کنی. مطمئنی؟ برو قایم شو. پیهو وایسا. کجا قایم شدی؟ نمیتونی منو بگیری، نمیتونی پیدام کنی. گرفتمت. نمیتونم پیدات کنم. نه نمیتونم. عشق نفوذی.
कुछ भी तेरे सिवा मांगता